Hey, what's your name? Yancy. این ینسی نوله، یکی از اهالی سیاتل. تو QFC کار میکنه، متخصص انواع شرابه، گاهی با دوست دخترش، گاهی با سگش، بعض وقتام تنها میره کوهنوردی. اینا اطلاعاتیه که از این مرد 42 ساله داریم. البته یه چیز دیگه هم ازش میدونیم. اون 31 آگوست 2012 درست 10 دقیقه بعد از این که از محل کارش اومده بیرون و با سوباروی قدیمیش راه افتاده سمت خونه، پشت چراغ قرمز وایساده، یه زدفور نقره‌ای اومده کنارش تا ینسی سرشو برگردونده با 4 تا گلوله کشته شده. کسایی که تو محل حادثه بودن صدای شلیکو شنیدن و فرار کردن قاتل رو هم دیدن. حتی یکیشون سعی کرده تعقیبش کنه اما نتونسته بهش برسه. فقط از نیمرخ چهره راننده رو دیده و به کمک پلیس این نقاشی از صورت قاتل رو کشیده. پلیس بعد از بازرسی صحنه حادثه تو گزارشش نوشته شیشه‌های ماشین قربانی پایین بوده و تیرانداز از همون پشت فرمون بدون اینکه شیشه سمت شاگردو بده پایین 5 تا تیر شلیک کرده. درسته که تیر اول خطا رفته اما بقیه‌اش مستقیم به شقیقه قربانی خورده. به این ترتیب میشه گفت قاتل به احتمال زیاد تعلیم دیده بوده. حالا پلیس سیاتل برای حل این پرونده یه تصویر کوتاه از یه دوربین امنیتی داره، یه نقاشی از نیمرخ قاتل و یه زدفور نقره‌ای که شیشه سمت شاگردش شکسته. این اطلاعات تو کل منطقه پخش شد تا علاوه بر مامورا مردم هم از جزئیات باخبر باشن و به حل این پرونده کمک کنن. 2 هفته گذشت. 14 سپتامبر یه خانومی با پلیس تماس گرفت تا یه مورد مشکوک رو گزارش بده. از نظر اون این نقاشی چهره مردی به نام دین بومن بود که خونش کمتر از 10 تا بلوک با محل حادثه فاصله داشت. همه چیز از مدل مو گرفته تا استخوان‌بندی صورت با نقاشی مطابقت داشت. اما دین بعیدترین مظنون این پرونده بود. اون یه مهندس نابغه 29 ساله بود که تو 12 سالگی وارد کالج شده بود، تو 20 سالگی کسب و کار خودش رو انداخته بود و کلی اختراعات مختلف تو کارنامه‌اش داشت. اون سال 2007 توی سمینار آموزشی با دختری به اسم جنیفر پالم آشنا شد. یه دندونپزشک موفق و معروف. اونا 1 سال بعد با هم ازدواج کردن. اینا چیزایی که از دین بومن میدونیم. البته به علاوه یه نکته دیگه. ماشین دین یه زدفور نقره‌ای بود. پلیس چند روز خونش رو زیر نظر گرفت اما هیچ خبری از ماشینش نبود تا اینکه 21 سپتامبر یکم در گاراژ باز شد و مشخص شد ماشین تمام این مدت تو پارکینگ بوده. مامورا بلافاصله حکم بازرسی خونه رو گرفتن و در حالی که دین و جنیفر سر کارشون بودن برای تحقیقات بیشتر ماشین از پارکینگ کشیدن بیرون. حالا نوبت سوال و جواب کردن از مظنون اصلی پرونده بود. به این ترتیب دین بومن عصر همون روز دستگیر و به اتاق بازجویی منتقل شد. پلیس حدود 2 ساعت مظنون رو تو اتاق تنها گذاشت. این تکنیک قدیمی رو قبلا تو موردهای مشابه دیدیم و مفصل راجبش حرف زدیم. هدف بازپرسا اینه که سوژه رو با یه معطلی طولانی مدت ببرن روی نوک آستانه تحملش و اونجا با یه هول کوچیک ازش اعتراف بگیرن. خیلی وقتا واقعا جواب میده اما اینجا قصه فرق داره. اون با خوردن نوشیدنی و تنقلات تمام این مدت سر خودش رو گرم کرد و حتی انقدر جسور بود که به مامورا گفت دارن وقتش رو تلف میکنن. Kind of getting a little annoyed at how long this is taking. Sorry, it has to take as long as it takes, okay? Do you want to talk to a lawyer or you want to talk to us first? No, I guess I'd like to talk to a lawyer. دین خیلی سریع متوجه شد حضور وکیلی که به قانون اشراف داره و کمترین اطلاعات رو به بازپرسا میده منطقی تر از کشتی گرفتن با مامورای قانونه. البته چیزی که سوژه ازش بیخبره اینه که بازپرسا شواهد زیادی علیهش دارن. You're going to be charged with a crime. Of what? Murder. Of what? Of who? Murder of a human being. Okay. تحلیل رفتار و زبان بدن این پسر کار سختی نیست. اون کاملا با اعتماد به نفس با حفظ ارتباط چشمی از بازپرسا سوال میپرسه. هیچ اطلاعات اضافه‌ای نمیده بلکه به جاش توضیح میخواد. حالا تو همین وضعیت که اون داره تفهیم اتهام میشه بدون اینکه بدونه تو اتاق بغلی همسرش جنیفر هم داره بازجویی میشه. قبل از اینکه یه نگاهی به بازجویی جنیفر بندازیم این نکته رو بگم. به گفته اطرافیان این 2 نفر اونا علاوه بر اینکه به هم علاقه‌مند بودن به شدت به هم نزدیک بودن و همدیگر رو درک می‌کردن. هر دوشون هم از هوش بالایی برخوردار بودن. گرچه اینجا جنیفر هم مثل همسرش درخواست وکیل نداشت اما اونم به نوبه خودش روش جالبی برای فرار از دست پلیس انتخاب کرد. خود بازپرسا اسم این ویدیو رو گذاشتن اتاق بازجویی من مطمئن نیستم.
Have you heard of any murders like within a few blocks of your house in the last few weeks? I'm not sure. You're not sure? It's a yes or no question. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. So your honesty right now is paramount. I understand. I'm not sure what I can tell you. The paint smell that we're smelling in there. I'm not sure. Do you know anything that goes on in your house? جنیفر از 2 نکته مهم بی اطلاعه. نکته اول اینه که پلیس همین الانش هم ماشین دینو شناسایی کرده و نکته دوم در مورد این علامت به خصوصه. مأمورا با چک کردن این علامت متوجه شدن شیشه سمت شاگرد تعویض شده. حواسمون هست دیگه، قاتل از پشت فرمون در حالی که شیشه بالا بوده به قربانی شلیک کرده. تازه پلیس تو بررسی داخل ماشین یه مقدار شیشه خورده هم کنار صندلی پیدا کرده. مأمورایی که برای انتقال ماشین رفتن تو گاراژ تو گزارششون به بوی رنگ هم اشاره کردن. گویا رینگای ماشین رنگش تغییر کرده و مشکی شده. Do you understand how serious this is right now, Jennifer? I have told you the truth. جنیفر ممکنه از نقشه قتل بیخبر بوده باشه، اما از اونجایی که بعد از حادثه با همسرش رفته پورتلند احتمالاً در جریان امور قرار گرفته. داستانی که اون در مورد سفر پورتلند تعریف میکنه اینه. اون میگه 1 سپتامبر یعنی روز بعد از حادثه با همسرش رفته پورتلند. درست زمانی که برای نهار یه جایی وایساده بودن از ماشینشون دزدی میشه. دلیل شکسته شدن شیشه ماشین هم همینه. بعدش هم رفتن یه جایی تا شیشه رو عوض کنن. پلیس با بازرسی وسایل جنیفر متوجه شد اون داره نکته مهمی رو پنهان میکنه. رسید رستوران و تعمیرگاه نشون میده اونا اول شیشه رو تعویض کردن، بعد حدود ساعت 7 عصر رفتن رستوران. نکته بعدی در مورد سفر دومشونه که 3 هفته بعد بوده. وقتی که تصمیم گرفتن برن شمال سیاتل و اونجا لاستیکای گرون قیمت ماشین رو با یه مدل ارزون عوض کنن. Why'd you go to Portland? It was just a little day trip, a little road trip. What time of day was the window broken? We found it in the afternoon. At approximately what time? It was right after we ate lunch. Why did you get new tires? I'm not sure. Were the other ones wore out? I'm not sure. What if we put you on a polygraph test today? He'd fail it like a sack of potatoes. I mean, I can tell you're lying just looking at you. حال و اوضاع جنیفر و دین با هم تو اتاق بازجویی فرق داره. هر چقدر دین اونور آروم و با اعتماد به نفس داره رفتار میکنه، جنی مضطرب و از برقرار کردن ارتباط چشمی با بازپرسا فرار میکنه و همین پلیسا رو مشکوک کرده. گویا این بازجویی 4 ساعت طول کشیده که البته ویدیوی کاملش موجود نیست یا لااقل من پیدا نکردم. اما یه قسمت مهم داره، جایی که بازپرس تکنیکا و ترفنده کلاسیکو کنار میذاره و وقتی سوژه رو متزلزل میبینه شمشیر رو از رو میبنده. You're a good person. Don't let him do this to you. He might be nice to you, but we've gotten tips on him. Why do you think we've been watching your house for the last couple weeks? And for you to say you don't know, it defies any kind of logic I can ever think of. It's absolutely ridiculous. And I'm tired of you sitting there playing dumb. You're a smart woman trying to be the good wife and protecting this guy, okay? When he's out friggin' murdering people, okay? This guy died, okay? He bled all over the frickin' streets of Seattle, okay? He's dead. He's got women, he's got a girlfriend, he's got family, and they all frickin' cry every day. We've had them in this very same room. This very same room. You're gonna sit in here and protect him? That is sick. That is sick. That is disgusting. And I'm disgusted by it. You need to grow up, lady. You need to grow up. Take a stand. Cry. I feel like I'm about to, but... Well, then cry and tell us the truth. I cry easily. Tell us the truth. Tell me the truth right now. I have told you the truth. We proved you wrong already. We're going to prove you wrong more. وقتی بازجویی تموم میشه، مامورا برای ادامه تحقیقات وارد خونه مظنون میشن. خونه خالی بود، بدون مبلمان، بدون تخت، فقط یه تشک و چند تا وسیله دیگه روی زمین افتاده بود. تنها چیزی که از خونه به عنوان مدرک به پرونده اضافه شد، چند تا اسلحه و مهمات بود، البته نه اون اسلحه 9 میلیمتری که پلیس دنبالش میگشت. 4 ماه بعد اولین دادگاه دین برگزار شد. وثیقه‌ای که برای آزادی موقتش تعیین شده بود حدود 10 میلیون دلار بود. عددی که برای دین قابل پرداخت نبود. اینطور که گزارش رو نشون میده،
این پسر تو دادگاه هیچ نشونه‌ای از پشیمونی یا ترس از خودش بروز نداد و مثل اتاق بازجویی کاملا آروم و حق به جانب رفتار کرده. ادامه تحقیقات پلیس رو به کامپیوتر شخصی دین بومن رسوند. کلی ویدیو از تمرین رانندگی، بدلکاری و تیراندازی حرفه‌ای اونجا بود. اما یه ویدیو از یه متخصص سلاح گرم وجود داشت که نظر پلیس رو جلب کرد. این کلیپ دقیقاً الگوی اتفاقیه که روز حادثه افتاده. دین از اونجایی که سعی داشته مو به مو طبق ویدیوی آموزشی پیش بره، شیشه سمت شاگرد هم حتی پایین نکشیده. We're going to talk about shooting through glass. I've come into a situation where I feel threatened by somebody off to my passenger side. Of course, I recognize, I come down, I grip, I cross parallel, extend, touch, press. با اضافه شدن این ویدیو به باقی شواهد و مدارک، تقریباً همه سوالات این پرونده به جواب رسیدن، به جز یکی، انگیزه قتل. تشخیص دادستان این بود که بومن یه روز صبح از خواب بیدار شد و بعد از اون همه تمرین و آماده سازی به خودش گفته امروز دیگه روزشه و بعد احتمالاً برای تجربه یه هیجان بزرگ مرتکب این جنایت شده. واسه همین تو روز روشن این کارو کرده تا شاهد وجود داشته باشه، تعقیب و گریز اتفاق بیفته، فرار کنه و در نهایت مجبور شه ماشینش رو قایم کنه و به این ترتیب سطح هیجان رو به بالاترین حد خودش برسونه. قسمت دیگه ای از این پرونده که جالبه، صدها تماس تلفنی دین به همسرش جنیفره که به گفته بازپرسا تا حالا یه همچین گفتگویی رو از هیچ زندانی نشنیدن. Bunny, how are you? I'm doing good. How's my little snuggle cake? I just wrote you an email. Yay. I miss so many things right now. I know. I don't have a snuggles. You don't have a snuggle plum next to you. I'm just going to say love, 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 love. Love, 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 love. Oh, little snuggles. I am my bunny, you're my snugsy hot top. Love, 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 you're my upper, I'm your bunny hot, and we cuddle. Yeah. Yeah. I love you, little sweetheart bunny bun. تو همون دورانی که این دو نفر در حال گپ و گفت تلفنی با هم دیگه بودن، بازپرسای پرونده برای جمع کردن مدارک بیشتر تحقیقات روی کامپیوتر متهم رو ادامه دادن. دین تو سیستمش تعداد زیادی فیلم، ویدیو و کتاب در مورد یه موضوع مشخص داشت، قتل. ضمناً اون علاقه شدیدی هم به این مرد داشت. باند. جیمز باند. پلیس بعد از هک کردن کامپیوتر شخصی دین متوجه شد اون درست بعد از حادثه رفته سراغ سیستمش، توی فولدری که یه عالمه کتاب در مورد اسلحه و قتل داشته یه نگاهی به این کتاب انداخته. کتابی که اطلاعات مهمی در مورد بازداشت توش وجود داره، مثل اینکه چطوری قتل رو پنهان کنیم، چطوری از شر اسلحه خلاص شیم و با بقایای گلوله چیکار کنیم. به نظر میاد خوندن این مطالب باعث شده سوژه به فکر از بین بردن جزئی ترین مدارک جرم بیفته. مثلا دلیل عوض کردن تایرهای ماشین این بوده که اون تو لحظه فرار احساس کرده که رد لاستیکش روی آسفالت مونده. به همین خاطر چند روز بعد از حادثه هم تایرها رو عوض کرده، هم یه رنگ مشکی به رینگا زده تا از لحاظ ظاهری هم نسبت به قبلی متفاوت باشن. گرچه اسلحه در نهایت به خاطر آموزش‌های کتاب راهنما هیچ وقت پیدا نشد، اما با اضافه شدن تایرهای قدیمی ماشین، فیلم‌های مسابقات تیراندازی و بدلکاری به پرونده، پلیس انقدر مدرک علیه بومن داشت که اونو تو دادگاه به قتل ینسینول متهم کنه. به تغییر چهره دین تو دادگاه توجه کنیم. اون حالا شبیه یه دانش آموز مؤدب 13 ساله شده و جالبه بدونیم که تغییر چهره متهم تو دادگاه اتفاق غیر معمولی نیست. خیلی‌ها سعی می‌کنن با اضافه کردن چاشنی معصومیت به چهره روی رأی قاضی تاثیر بذارن. It was just this crazy bad dream and I was running from a monster. There was sort of a stream of swearing. I think the phrase that caught my attention was you better learn how to drive that fancy car, boy, or you're going to get yourself up. And it was that point when I got wham. Yeah, I would describe it as just like violent hatred that you would I had only seen in the movies. Did you think it was possibly a gun? Yeah. دین تو دادگاه برای دفاع از خودش نسخه جدیدی از حادثه رو تعریف کرد.
اون گفت با قربانی تو مسیر درگیری لفظی پیدا کرده. به محض اینکه رسیدن پشت چراغ قرمز و وایسادن، ینسی یه شیشه شراب پرت کرده سمتش که مستقیم خورده تو سرش و اون از ترس اینکه نکنه طرف اسلحه هم همراهش باشه، پیش دستی کرده و از ترس جونش اول شلیک کرده. در واقع حرفش اینه که من قصدم دفاع از خود بوده. If I didn't do something right then, I was going to die. I remember opening my eyes, seeing that I had the gun in my hand, and I just dropped the gun and stepped on the gas. You intentionally shot him? Yes. Was it your intent to kill him? No. تو این اظهارات کلی تناقض وجود داره. اول اینکه متهم میگه بعد از فرار کردن از محل حادثه شیشه شراب و اسلحه و چیزای دیگر رو ریخته دور، در حالی که اون از بهره هوشی بالایی برخورداره و میدونه که این مدارک اتفاقاً به باورپذیرتر کردن داستانش کمک میکنه. بعد میگه من به قصد کشتن شلیک نکردم، در حالی که همه میدونن اون یه تیرانداز حرفه‌ای و بعید بی هدف 4 بار به شقیقه یه نفر شلیک کرده باشه. دادستان تو 3 جلسه تمام این قصه جعلی که دین با کمک وکیلش تو 2 سال ساخته بود و رد کرد. حالا شنیدن تماس تلفنی متهم و همسرش برای دلداری دادن به همدیگه بعد از دادگاه یکم ماجرا رو روشن‌تر میکنه. It seems ridiculous. It is pretty ridiculous. They can't prove premeditation. Wait, people actually thought their case was right? Was actually legitimate? I mean, you could take anything that the prosecutor said. I know. The statement was fabricated. Here comes a fact. Yep, that's fabricated. Here comes a detail. Yep, that's inaccurate. I feel like I could be a prosecutor against myself and play a much better job of it. I know, sweetheart. Hey, that's so love cupcake. It made me think of cupcakes. Yep, little pumpkin pie. Pumpkin pie. Sugar muffin cake. Sugar muffin cake. Pumpkin pie. Little cupcake. 24 ساعت بعد از این تماس حکم قطعی صادر شد. 9 دسامبر 2014 دین بومن به 29 سال و 1 ماه حبس بدون حق آزادی مشروط محکوم شد. دوباره به تغییر چهره و رفتار متهم دقت کنیم. All I could ask is for your mercy and for your help. جنیفر که تو هیچ کدوم از جلسات دادگاه همسرش حضور نداشت، بعد از یه مدت اسمش رو عوض کرد، درخواست طلاق داد، یه زندگی جدید شروع کرد و تمام راههایی که منتهی میشد به رابطه قبلیش به مردی که یه زمانی عاشقش بود رو برای همیشه قطع کرد.